بنا به معلومات آخرین، شماره هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور و پرقربانی روز 6 فوریه سال 2023 در ترکیه و سوریه از 37,000 گذشت. ترکیه تا صبح 14 فوریه هلاکت 31,643 نفر را تصدیق کرده است و از سوریه درباره هلاکت دست کم 5,700 نفر خبرها میرسند. روز 13 فوریه به نجات میسر شده است که باز 8 نفر دیگر را از زیر بناهای فرو رفته زنده پیدا کنند. رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد بعد یک هفته این آفت بالاخره به سازمان ملل اجازه داده است که به مناطق تحت نظارتش نیز یاریهای بشری و گروه‌های نجات بخش را انتقال دهند. با گذشت هر روز امید زنده پیدا کردن آدمان از زیر خاکپاره‌ها و بناهای فرو رفته کمتر و کمتر می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات دهندگان تاجیک روز 13 فوریه طی 18 ساعت کار در منطقه‌های زلزله زده شهر قهرمانمرش در جنوب ترکیه از زیر ویرانه‌ها 31 جسد را بیرون آوردند. یک گروه عبارت از 50 نفر از کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان که نجات دهندگان و طبیبان را در بر می‌گیرد از روز 9 فوریه در قهرمانمرش کار می‌کنند و از آغاز کارهای جستجویی و نجات در این منطقه آفت زده امدادگران تاجیک از زیر خاکپاره‌ها 109 جسد را بیرون آوردند. همچنین در این روزها نجات بخشان تاجیک 3 نفر را زنده بیرون آوردند که 2 نفر آنها کودکان یک 6 ماهه و دومی 3 ساله بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید نجات دهندگان تاجیک همراه با امدادگران از کشورهای دیگر در شهرک قهرمانمرش در شرایط بس و مشکل کار میکنند. آنها به واسطه تجهیزات ویژه زیر غرم آهن و بتون، چنگ و خاک وجود داشتن آدمان زنده را معاین میکنند و از پی نجات آنها میشوند. همین طور جسدهای هلاک شدگان را نیز از زیر خرابه ها با صد مشکل و با رعایت همه قاعده های بیخطری و بیداشتی بیرون میارند. غیر از این متخصصان تاجیک به آفت زدگان یاریهای اولیه طبی را نیز میرسانند. کمیته می نویسد با گذشت هر روز امکان زنده پیدا کردن آدمان در زیر خرابه ها کم می شود. از این رو نجات دهندگان تاجیک تلاش میکنند هرچی بیشتر و زیادتر کار کنند. فعلا آنها در قهرمانمرش هر روز تا 18 ساعت کار میکردند.